ما این کلی را به خانواده فرشته جان تسلیم میکنم. این دکان شماست. دور باش شکر است. من باورم نمیشه که دکان مال ماش نباشه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. الحمدلله که امروز یک خانواده دیگه دلش شاد میشه. فرموده اقبال صاحب با هر دلی که شاد شود شاد میشوند. میدونید اگر دلی که شاد میشه ما شاد میشیم، هر دلی که آباد میشه ما آباد میشیم. قسمی که شما میبینین خانواده دیگه است، ما دکانه که بهشون فراهم ساختیم، مواد نزدیک به 1 لک افغانی کم و بیش. البته در دکان سرمایه گذاری شده از خود دکان و حتی همین قفسچه هایش که شما نگاه میکنین البته همش به این خانواده فراهم شده و جز ملک خودشان خواهد شد. آرد در کنارش برنج و چای، بوره، روغن و موارد دیگه که است شما نگاه میکنین به این خانواده فراهم شده. انشالله بطور اینا مشکلات زندگی خودشان حل کنن. فرشتگک دخترکی که کارهای شاقه میکرد، برادرک ساجق فروشی و پلاستیک جمع میکرد و پدر این خانواده نیست از پا معیوب است. ما این تجارت را جور کردیم، میتونه که منظم اینجا بنشینه و انشالله ما کوشش میکنیم که در مواد این دکان بیافزاییم و دیگر مسائل دیگه هم که نیاز داره. الحمدلله تا فکر میکنم یک کمک برادر ما خودش بیدار بسازه از 1 لک افغانی 5-7 لک شاید ما دیگه سرمایه داشته باشه. ولی هدف و مقصد ما است که انشالله اینا مشکلات خانوادگیشان در کل حل شود. دیگه این مواد آماده شده، تهیه شده، برشان زنگ زدیم، ممکن نزدیکی باشه و میخوایم که گفته خارجی ها میگن سپرایز، میخوایم که ما متعجبشان بسازیم. اول میاریم میشانه که مواد بخر و زمستان بعدن کلید دکان تسلیمشان میکنه. ما هم نگاه باشید. سلام برسه، چی حال دارین؟ خوب هستین؟ زنده باشین. و علیکم السلام. و علیکم قندیلک. سلام. و علیکم. خوش آمدین، بفرمایید. باش کمی صاحب دکانم در بیرون از بیاین. محترم شما بفرمایید. باش. ما از این خاطر امروز شما را خواستیم که اینجا مواد زمستان براتون بخریم، چیزی که ضرورت داره، نارد است، روغن است، هر چیز است. انشالله میتونین بگوین ما او را به خانه تان ببریم از این دکان. صحیح است انشالله؟ درست است انشالله؟ اگر که نیاز دارین نبگوین. البته چیز به زمستان ضرورت دارین بخیر انشالله. به زمستان دیگه به خودتان معلوم است که یعنی آرد است، ضرورت بوره ضرورت داریم و دیگه لوبیا، نخود، مثال چوب، زغال، یعنی تو چیزایی که چیز زمستان است. بله انشالله همش هست اینجا براتون میگیریم. و فرشته جان میگه چیز داریم در زمستان؟ در خانه ما نه آرد داریم، نه روغن، نه بوره، نه لوبیا و نه دیگر چیزی. خب دیگه میه در زمستان چیز ضرورت است، آرد، روغن، لوبیا، بوره و غیره و غیره ضرورت داریم. بله انشالله چیزا رو بگیم مشکلتان حل میشه. مثلا آرد بگیریم، روغن بگیریم بهتر است. یک قسم فکر کرده جواب میگی چرا؟ از اینکه ما توانایی چیزی را نداریم که بگیریم بخریم. به خاطر که من میخواستم امی رقم پدرم یک دکان میداشت تا که کارش میشه. یعنی شبیه امی دکان میداشت مشکل تا حل میشد؟ بله یا مشکل خوش میشد انشالله. نکو گیری فرشته جان. علای متعال در 1 ثانیه همه چیز تغییر میده. شاید بعد از علای متعال سخت نباشه. میفهمین چی رقم بعض اوقات سرنوشت انسان تغییر میکنه؟ سکن ناله. ما این کلی را به خانواده فرشته جان تسلیم میکنم. این دکان شماست.
دور بار شکر است حاجی. وای ماشاءالله ماشاءالله. تشکر خداوند اجر دنیا و آخرت براتون بده. یکی ما سر پا ایستاده شدیم، یک لقمه نان روزی حلالی و تسنیریم، یک جهان سپاس. خداوند خوشحال شدی؟ بلی از اینکه ما را کمک کردین، از ناداری نجات دادین. خداوند مطالعه اجرتان بده. من باورم نمیشه که این دکان مال ما شده باشه. از اینکه ما را از این ناداری نجات دادین، خداوند مطال شما را اجر بده. تشکر میکنم. انشالله شما که روزانه از این 300-400 افغانی هم که از او شاید زیادتر، چون در نوش سرک است، روزانه که 500 افغانی هم انشالله شما عاید داشته باشید، مشکل بخیر. تشکر برادر عزیز. البته دوستا انشالله ما سعی تلاش ما بری است و این بر همه شما یکسان است. میتونین به این خانواده کمک کنین و دیگه در مالشان این در تجارتشان بیافزاین. 1 لکشان 2 لک شود، 3 لک شود، 4 لک شود، میلیونر شود انشالله. اینال دیگه چیز آرزو داری فرشته جان؟ دیگه آرزوی من این است که خواهر برادر ما مکتب خود بخوانن، درس تعلیم خود بکنن، دیگه زندگی خود به خوبی و خوشی سپری کنیم. بله بخیر به آرزویتان برسین انشالله. دوستان از این لینک ها مشاهده میکنین. ما انشالله برنامه ما ادامه داره. السلام علیکم.